راههای قتل و راههای خونریزی و جنایت، اینها راههای جهنمند. کسی که مال مردم رو میخوره، کسی که آدم میکشه، کسی که گرفتار عمل زنا هست، کسی که گرفتار فساده، اینا همه منکراتن، معاصیان، مهلکاتن، گناههای سنگین، اینا همه مهلکاتن، اینا در مسیر جهنمن. کسی که گرفتار سحر و جادوی و به جادو گرفتارن، جادو میکنن و که یکی از مهلکات و چه بسا در حد کفر. لحاظ این گناه ها را کسی که مرتکب میشوند هم میخوام بفرمان گناه ها را انجام بده. الله حرام قرار داده ولی بالاخره حجت و دلیلم روشنه. کسی میخواهد که چه کار بکنه خودش اختیار داره، خودش بدانه.